خیلی خیلی خوش اومدیم. من یزدان کفت هستم و خوش اومدیم به یه ویدیو آموزشی. اولین ویدیو آموزشی منه و قراره یه ویدیو آموزشی خوب با هم داشته باشیم. بچه قراره الان یه بایوم چری گروف کوچیک، نمونه کوچیکش رو با هم درست کنیم. خب به وسایلی که اینجا هستن خوب دقت کنیم. این وسایل مورد نیاز ماست. خب فضای این بایوم باید بیشتر از 5x5 باشه. خب من یه دقیقه ویدیو رو استوب میکنم تا نه استوب نمی کنم که خودتون هم ببین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا کافیه. حالا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا بچه حالا بعد اینو اول حالا بارش میکنیم. انگار بیشتر شد. اینو بکن ای بابا. خب این از این. حالا اینا رو پر میکنیم اینجاها رو. خب بچه حالا پزمون آماده است. حالا فنسا رو برمیداریم. برگای درخت چری بلاسم روی اونا میذاریم. خب اینجوری دوباره و دوباره ادامه میدیم این کارا رو. بچه یه دقیقه وایسین من اینو بکنم. خراب نکن دیگه. چرا اینجوری میذاری؟ خب الان درست شد. حالا یه چند تا دیگه هم میذاریم برای اینکه طبیعی تر بشه. خب بچه الان درختای بایوممون درست شد. حالا گلای مخصوص این بایومو میذاریم. گلاشو میذاریم. نرون بالا. هی بچه تصویرم چون سریع تصویرش این چرخه میره بالا اینجوری سر همین یه ذره اذیتم کرد. حالا اینجوری میسازین. حالا دورشو ترپ دور. خب اینا رو گذاشتیم. حالا این دورش. حالا بچه مهم نیست درختش چقدر باشه. درختش هر مقداری که خواستین میتونین بذارین. مقدار اندازه درختش مهم نیست. الان مثلا من درخت کم گذاشتم اما الان بهش دوباره اضافه میکنم. بچه لینک کانال دوستم دانیالم زیر ویدیو میذارم داخل دیسکریپشن. حتما برین دنبالش کنین. ویدیوهای آموزشی خوبی میذاره. خب لطفا کانال منم دنبال کنین، سابسکرایب هم بکنین و زنگوله هم بزنین و لایک هم بکنین، کامنت هم بذارین. ای بابا دوباره چرا گذاشتم روی این گله؟ خب اینم از این بچه ها بایوم چری بلاستم کوچیک ما هم یه چری گروه ما هم آماده شد. لایک کامنت ما فراموش نشه. کلی انرژی میدین تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.